حالت خوشحالی و همیشه با این دربار پروردگار مانوسند و مناجات میکنند و دعا میکنند. این صدای اینها آشنا است. بالا وقتی این صدا میره فرشتگان میگه دعایی است، این صدایی است، فریادی است که همیشه میآید. اگر بلای گرفتاری بیاید زود اجابت میشه. اما بعض صدا که نه، بعض الله را ندا نمی کنند، با این دربار مانوس نیستند، آشنا نیستند با دربار پروردگار. مصیبتی که بیاید و فریاد بزنند فرشتگان میگن که این دعا ناشناسه و لحاظا این دعا دیرتر اجابت میشه. همه را الله اجابت میکنه تا اون دعایی که همیشه انجام میگیره. همیشه دعا کنیم الله تعالی بلا را نمیاره، مصیبت نمیاره. و حدیث است که اگر بندگان نخواهند از الله تعالی، الله فشار میاره سرشون تا فریاد کنن خدا را. و لحاظا این دعا یکی از عبادت هاست که نزد الله تعالی خیلی پسندیده. همیشه دعا کنید و با دل باز دعا کنید و از ته قلب بخواهید و از دعا کردن خسته نشید. و هرچی که عبادت شما با حضور قلب باشه همه اندازه دعا، حالت دعا پیدا میشه برای شما و بهتر دعا ببرگه الله تعالی.